بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی صحبت از یزد. آقای محترم از یزد، بفرمایید برادر عزیز، در مورد مطالبی که مطرح کردیم اگر صحبتی دارید میشنویم. آقای سلام، خواهش کنم اگر میشه یک نکته ای رو بدون بگم. من خودم بوده 3-4 سال یک مباید شدم توسط آقای عبدالعزیز. من خدا شاید شکر کنم بعد از لطف خدا، رحمت خدا، بعد فضل خدا آقای حیدری خیلی موثر بودن. من فقط می‌خواستم این نکته بدون بدم که امکان داره اصلا این به عنوان مذهبیات نکنید. اینا این دینی که ما داریم که الان در یادوایی داره به عنوان یک دینه، یک مذهب نیست، یک دین خیلی جداگونه، هیچ ربطی هم به اسم محمد نداره. صلی الله علیه و پیغمبری داره اللهم صل علی محمد. یه پیغمبری داره به نام عبدالله ابن سبع، یه دینی را بوده. حتی من تو 3-4 سال رفتم تحقیق کردم، حتی میگه که بسیار جایی خوندم حتی در کتاب خودشون که میگه که من اگر که میخوایم یه دینی بیاریم، یه دینی درست کنیم، میگه دین که بسیار از طرف خدا بیاد و میگه که بسیار از طرف محمد اومده. حتی برمیگرده میگه من نمیدونم خدا چی چیزی داره میگه، حتی برمیگرده میگه که خب از زحمت شما محمد کشیده، ما میخوایم یه دینی را درست کنیم. میگه میشه دین درست کنیم، میگه بله هر کاری که محمد گفته شما برعکس شنید. حالا ببینید شما دقت کنید کلیه اموری که شیعیان انجام میدن با دینی که پی پیامبر آورده درست، یعنی عقل شدیدی فروع دینی تا کلیه رسال مثلی که الان داریم، کلیه اون که داریم انجام میدن با اسلام محمد چه موقع داره، هیچ ربطی به هم نداره. من نمیدونم چرا مردم به خصوص آیا خود ولی تو اینشالا گوسه نه شده کلمه رامهای خونگه حتی نمیاد این لحظه فکرش برای او که کاری قرآنه، برای اوی که در قرآن میفهمه چرا میاد اینجوری. نمیدونم همه چی را به هم بوافه، یک چیزی را به هم نمیدونم والله چجوری بگم، 7 رقم چیزی را به هم پیوند بزنه تا بتونه یه عقیده اشتباهی خودش بره منی درست جلوه بده. خدا گناه اینا بیشتر از کسا دیگه، چون ممکنه کسی به حرف های اینا اعتماد بکنن و باعث گمراهیشون بشه. من نمیدونم خداش اینا چجوری میخوان جواب بدن. تشکر از شما برادر بزرگوار، الله متعال ستون کنه. الله متعال شما را ثابت قدم بداره در این راه برادر بزرگوار. خدا شما زنده باشید ان شاء الله. شما ان شاء الله خدا قوت بده. راه ادم فقط خواهش میکنم دقت نشید، خیلی موثره، واقعا موثره. یه بمبی را شما بشه کردید. من آقای فقط اکثری شرکت شما ما خواهش میکنم اگر امکان داره، چون خود شما برنامه داشته با حیدری، من فقط میگم یه خواهش میکنم بفرمایید. این سر من با حیدری برسونید، من مدین آقای حیدری هستم. من فقط می‌خواستم اینا بزرگ کنه هر طور که خودتون می‌دونید، چون خودتون برنامه داشتید برای زنده اجرا می‌کردید. اینا شما با آقای حیدری برسونید مثلا شما هفته یعنی منتظر جواب بدم. من بزرگی شما رو میرسونم. سوال بکنم. زنده باشید حتما. شما همه اصلا به خصوص شخص شما با آقای حیدری چون باعث هدایت ما شده. من کلمه من دون الله را به خدا منش نمی‌دونم. الله متعال. من کلمه من دون الله را از اون حیدری مثلا من شفاید. الله اکبر. به خصوص وقتی که تاکید کردن گفتن چشم ببندید خالی از ذهن، فقط بگید من دون الله. آیا حضرت آدم، ابراهیم، اسماعیل، چه می‌دونم یعقوب، یوسف اینا خدا بودن یا بودن من دون الله؟ خب من برای یعقوب بگم زرم نمی‌کنم. چرا 7 سال گفتم حتی میخوام دین خود رو داشته باشم. اومدم چشم بستم گفتم خودش بگم من بنده خدا. عیسی داره میگه من هر کار میکنم به رحمت و اذن الهی دارم انجام میدم. من خدا انجام نمیدم، من خداوند میگه که این گل وردار بساز درش بدم به اذن من پرواز میکنم. این که قرآن خود رو حداقل قبول داره. بعد میاد همین بنده خدا که به حساب این نمیدونم به خدا میان یه اشخاص را برای خودشون بت میکنن، بت ساختن. به خصوص وقتی حیدری به من گفتن حالا کلمه الذی را شما فکر کنید روش، الذی به موجود انسان تعلق میگیره، ولی در قرآن ما به عنوان معبود باطل نوشته شده، به عنوان بت نوشته شده.
درست. تدمونه را یعبدونه معنی کردن آقای انصاری خدا شاهده. درست. یعنی دقیقاً میخوان به مردم کار بکنن که شما جزء یا نمیشید. درست. تشکر میکنم از شما. الله سبحانه و تعالی شما رو توفیق مزید نصیب بکنه در این راه. پیغام آقای انصاری زنده خواهش میکنم این پیغام منو بفرمایید. چشم، حتما ان شاء الله. حتما ان شاء الله. حتما من فقط میخوام بهشون بگم یک دو تا سوال دارم. اولش این که میخوام ببینم اگر من چون میدونم رژیم خودم شناختم امکان داره که تعدیل شده باشه، امکان داره ولی میخوام بهشون بگم اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و بهش میگفتن که ما مثلا به خانواده صدمه میزنیم، به رفقات صدمه میزنیم، آیا این راه رها میکنن با تفسیر کلامی که آیه هیدری داشتن؟ فقط این سوال ازش بکنید. دومش این که اگر این یا نه تعدیل میکردن که مثلا ما مسجد الحرام رو تخریب میکنیم تو اگر نباید دست از رسالت ور بری، آیا پیامبر اسلام دست از رسالتش ور میداشت یا ور نمیداشت؟ مسئولیت میکنم این دو تا تعجیل شده باشه. خواهش میکنم این سوال میکنم. من حتما انشالله پیام شما رو میرسونم، خاطرتون جمع باشه. تشکر میکنم. خیلی لطف کردید. انشالله خدا قوت بیرون بده. الله در راه مستقیم قدم باشید. فقط خواهش میکنم، من خیلی خدا شاهد من نمیدونم چه خوشحالم از تلویزیون از نزدیک میشم. فقط خواهش میکنم درصد نشه بعضی حرف میزنن توهین میکنن. فقط حداقل شما در تشیع نبودید، من در تشیع بودم و زندگی کردم. میدونم این جواب لاجوابانه. جواب ندارن نمیدونم چی کار کنن. شرمندم آقای زنده باشید. خیلی خوشحال شدم. الله تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. تشکر از تماستون. زنده باشید ان شاء الله. خدا قوت بده. خدا نگهدار. خدا نگهدار.